این حواس پرتیامونو به خاطر لذت نمیریم سراغشون، به خاطر فرار از درد میریم سراغشون. اصلا اسمش روشه، حواس پرتی. یعنی من دارم حواسمو از یه چیز دیگه پرت میکنم. یه چیزی هم که این وسط گولشو زیاد میخوریم اینه که هرچی فوشه میدیم به سوشال مدیا و تلویزیون و سیگار، در صورتی که اینا علت اصلی نیستن، اینا علت ثانویه‌ان. ریشه یه چیز دیگه است، گول نخوریم. ما دنبال اینیم که حواسمون پرت بشه، وسیله‌شو پیدا میکنیم. حواس پرتی یعنی فرار از واقعیت. باید ببینیم دردمون چیه، ناراحتیمون چیه. میخوای تمرکز از دست رفتتو برگردونی، باید بری ببینی دردات چیه. تا سراغ اون ریشه نریم نمیتونیم از شر حواس پرتی راحت بشیم. این که بریم ببینیم چیا حواسمون رو پرت میکنه زیاد دردی دوا نمیکنه. باید یه سوال خوب بپرسیم، اونم اینه که حواسمون رو از چی پرت میکنه.